سرخط خبرها. در واقع ما یک اعلامیه به باور من فردا اگر امروز و فردا نشد روز چهارشنبه در مورد پیشرفت نیروی کاری خود خواهیم داشت. احتمال افشای اسناد تازه درباره خروج از افغانستان. وزیر دفاع امریکا میگوید یافته‌های بخش نخست بررسی‌ها ممکن است تا فردا همگانی شوند. نشست سه جانبه چین، پاکستان و طالبان. وزیران خارجه سه کشور میکوشند درباره منافع و نگرانی‌های امنیتی گفتگو کنند. ابهام در مصرف منابع مالی از سوی طالبان. گردآوری مالیات بدون شفافیت در مصرف نارضایتی گسترده در میان مردم ایجاد کرده است. و ادامه حمله های سنگین اسرائیل بر شمال غزه. ده‌ها تن کشته شدند، یک سرباز اسرائیلی نیز جان باخته است. با نام خدا و درود بر شما. به خبرهای ساعت 6 از آمو خوش آمدید. امروز سه شنبه 30 سور 1404 هجری خورشیدی که برابر است با 20 می 2025 میلادی. من فؤاد تلاش هستم. پیت هگزت وزیر دفاع ایالات متحده میگوید ممکن تا فردا یافته‌های بخش نخست بررسی چگونگی روند خروج از افغانستان همگانی شود. هگزت که با فاکس نیوز گفتگو میکرد همچنان تاکید کرد که هرچند روند بررسی هایی که وزارت دفاع ایالات متحده در این مورد آغاز کرده زمان بیشتری نیاز دارد، اما میگوید عاملان این خروج که او آن را فاجعه بار خواند قطعی پاسخگو خواهند شد. با بازگشت ترامپ به کاخ سفید، وزارت دفاع ایالات متحده چگونگی روند خروج از افغانستان را به بررسی گرفت. همکارم میلاد سیار گزارش میدهد. با بازگشت ترامپ به کاخ سفید، پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده بررسی‌های تازه را درباره چگونگی روند خروج افغانستان آغاز کرد. حالا وزیر دفاع ایالات متحده در گفتگو با فاکس نیوز میگوید ممکن تا فردا چهارشنبه نتیجه بخش نخست این بررسی‌ها همگانی شود. در واقع ما یک اعلامیه به باور من فردا اگر امروز و فردا نشد روز چهارشنبه در مورد پیشرفت نیروی کاری خود خواهیم داشت. ما به پیش می رویم، دریافت می کنیم، تحقیقات می کنیم. اندکی زمان خواهد بود، زیرا چیزهای زیادی باید آشکار شود. از بعد مسائل طبقه بندی شده مصاحبه های باید انجام شود، اما ما افراد مناسبی را برای مشارکت پیدا کرده ایم که یکی از آنها در واقع استوشیلر است که در میان کارکنان ما است. او تنها فردی بود که به دلیل گفتن حقیقت در مورد آنچه در افغانستان اتفاق افتاد اخراج شد. او اکنون در پنتاگون کار میکند. ترامپ و برخی وزیران کابینه او پیوسته اداره بایدن را درباره چگونگی روند خروج از افغانستان انتقاد کردند، اما اداره ترامپ تا هنوز سیاست روشن در برابر افغانستان اعلام نکرده است. تا اینجا ترامپ پیوسته روی بازپسگیری جنگ افزارها و سازوبرگ‌های جامانده امریکایی تاکید کرده است. طالبان پیوسته به این خواست اداره ترامپ پاسخ رد دادند. چگونگی برخورد ایالات متحده با افغانستان همچنان در حاله از ابهام قرار دارد و این کشور تا کنون سیاست روشن در برابر افغانستان اعلام نکرده است. با این حال رئیس پیشین بخش آسیای جنوبی و مرکزی در شورای امنیت ملی ایالات متحده در مناظره آمو تاکید کرده است که سیاستگذاری‌های امریکا در برابر افغانستان باید بر وضعیت حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران توجه داشته باشد. ببینید، من معتقدم نحوه رفتار با زنان و دختران در افغانستان مستقیما مرتبط است با اینکه آیا آن کشور دوباره به پناهگاه امن تروریست ها تبدیل خواهد شد یا نه. من رابطه مستقیم می‌بینم میان اینکه آیا زنان آموزش می‌بینند، آیا بخشی از زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور هستند یا نه، و اینکه چقدر آن جامعه افراطگرا خواهد شد و تا چه اندازه زمینه رشد گروه‌های تروریستی را فراهم می‌کند. پس بله، من معتقدم امنیت زنان همان امنیت ملی است. با این همه مورد دیگری که ترامپ در ادامه انتقادهایش از اداره بایدن در مورد چگونگی روند خروج از افغانستان بر آن تاکید کرده اهمیت پایگاه هوایی
باگرام بوده است. ترامپ بارها گفته این پایگاه از بحر نزدیکی آن با چین برایش اهمیت بیشتر دارد. او همچنان در برخی موردها گفته پایگاه باگرام در اختیار چین است. با این همه هرچند تا هنوز ایالات متحده سیاست روشن در مورد افغانستان اعلام نکرده، اما حالا مرد به کاخ سفید رفته که به دلیل رقابت با چین دل کندن برایش از مسئله افغانستان ساده نیست. انتظار می رود نشست سه جانبه وزیران خارجه چین، پاکستان و طالبان امروز در پکن برگزار شود. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان و محمد اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان برای شرکت در این نشست در چین به سر میبرند. برخی از آگاهان مسائل سیاسی به این باورند که چین و پاکستان نگرانی امنیتی از افغانستان دارند و در تلاش گرفتن ضمانت‌های از طالبان هستند. بیشتر در گزارش. نشست سه جانبه به سطح وزیران خارجه چین، پاکستان و طالبان، امیرخان متقی و محمد اسحاق دار برای شرکت در این نشست در چین به سر میبرند. برخی منابع آگاه میگویند که محورهای اصلی این گفتگوها شامل توسعه همکاری‌های تجاری، مبارزه در برابر تهدیدهای امنیتی فرامرزی و ارزیابی وضعیت ناپایدار منطقه است. برخی از آگاهان سیاسی به این باورند که چین و پاکستان از خاک افغانستان نگران امنیتشان هستند و در این نشست به دنبال گرفتن ضمانت‌های از طالبان هستند. چین و پاکستان در این راستا بسیار تلاش نمودند، چندین بار نشست‌های مشترک را دادند، ولی از آن جایی که از تامین امنیت نسبی در افغانستان وجود دارد، این کشورها هنوز به حساب خاطر جمع نبوده و اطمینان کامل ندارند. بازم قرارات نشست سه جانبه کشورهای افغانستان، چین و پاکستان امروز در پکین دایر شود که بازم یه عرصه که دو کشورها به خاطر رسیدن به اهدافشان و به خاطر تحمیق گسترش روابط سیاسی اقتصادی و همچنان مطمئن شدن از تامین امنیت بیشتر در افغانستان نشست را دایر می‌کند. امیرخان متقی به دعوت چین به این کشور سفر کرده است. سرپرست وزارت خارجه طالبان پیش از این که از ایران به کابل بیاید به چین سفر کرد. برخی از آگاهان سیاسی به این باورند که چین و پاکستان ممکن عواقب تعامل طالبان با هند را به امیرخان متقی گوشزد کنند. پنهان و آشکار کابل با دیلی هر دو کشور حساس ساخته و نمیخواهند که این روابط عمیق شود، بنابراین حتی شاید آماده باشند که یک سلسله امتیازات برای حکومت طالبان بتن تا بتانن از عمق روابط بین دیلی و کابل جلوگیری بکنن. با در نظر داشته من فکر میکنم که چینایا مذاکرات سه جانبه را اندازی کرده و باور دارم که در ختمش پالیسی های را هم وضع خواهند کرد. این سومین نشست سه جانبه وزیران خارجه چین، پاکستان و طالبان پس از تسلط طالبان بر افغانستان و ششمین دور گفتگوهای سه جانبه میان طالبان، اسلام آباد و پکن به شمار می رود. در روز پیش نیز سه طرف در کابل نشست برگزار کردند. توجه نشست‌های پیشین نیز بر مبارزه در برابر هراس‌افکنی، تامین امنیت منطقه‌ای و توسعه همکاری‌های اقتصادی بوده است. پنهانکاری در بودجه مالی از سوی طالبان انتقاد برخی از شهروندان کشور را برانگیخته است. برخی از شهروندان کشور میگویند مالیات را که طالبان از مردم گردآوری میکنند روشن نیست در کجا به مصرف میرسد. از سوی هم برخی از آگاهان مسائل اقتصادی به این باورند که پنهانکاری در بودجه عدالت اجتماعی را نقض و توسعه پایدار را به چالش میکشد. بیشتر در گزارش. واپس المورد پخش سند بودجه ملی در افغانستان برمیگردد به 4 هوت سال 1399. بودجه عادی برای سال 1400
311 میلیارد افغانی برای بودجه توسعه‌ای 261 میلیارد افغانی. در میانه‌های همین سال طالبان در افغانستان قدرت را به دست گرفتند و پس از آن هیچگاه مهمترین سند بودجه را که از درآمدهای مردم به دست می‌آید پخش نکردند. برخی از آگاهان مسائل مالی و بودجه می‌گویند که بودجه مهمترین پلان مالی است که درآمد و مصارف کشور را در یک سال پیش بینی و سنجش می‌کند و حاکمان برای شفافیت مکلف به حسابدهی آن است. این آگاهان هشدار می‌دهند که در نبود شفافیت در بخش بودجه، نابسامانی در کشور به بار خواهد آمد و عدالت اجتماعی نقض خواهد شد. مردم حق دارن انتقاد بکنن و این انتقادات میتونه بسیار جدی باشه، به خاطر از اینکه مردم به عنوان مالکین منابع در خلا قرار دارن، نمیفهمن که در قسمت همون حقوقی که دارن آیا منافعشان تامین شده یا منافع مناطقشان تامین شده یا همون عدالت اجتماعی ما بین اقشار مختلف جامعه و مناطق مختلف جغرافیایی انکشاف متوازن صورت گرفته یا نه. و اگر نباشه از یک طرفی که پیش مردم سوال میشه و همون مشروعیت نظام و مشروعیت دولت و حکومت مورد سوال میره. بررسی‌های آمو نشان می‌دهند از زمانی که رهبر طالبان قدرت مالی را به قندهار انتقال داده و تمامی صلاحیت مالی را در اختیار گرفته، پروژه‌های بزرگ توسعه‌ای در قندهار و ولایت‌های همجوار آن مانند هلمند، زابل و ارزگان عملی شده است. به گونه مثال 25 پروژه بزرگ توسعه‌ای با هزینه 20 میلیارد افغانی که در یک ماه پسین منظور شده، بیشترین آن در ولایت‌های زیر نفوذ رهبر طالبان عملی شده است. در حالی که بررسی‌های آمو از رادیو تلویزیون ملی ولایت‌های کمتر توسعه یافته مانند غور و بامیان نشان می‌دهد که در این مدت هیچ پروژه بزرگ توسعه‌ای عملی نشده است. برخی از شهروندان کشور خواستار شفافیت در بودجه هستند. طالبان از ما مالیه میگیره. حق ماست که درباره مصرف پولای خود بفهمیم. اما طالبان بودجه را پنهان کردن و هیچ کس نمیدونه که پول ما در کجا و چگونه مصرف میشه. بودجه به تصویب برسد، در غیر صورت چی از لحاظ قانونی بودجه و چی از لحاظ مشکلاتی که بعداً خلق میکنه، چی از لحاظ که حال بودجه نوع سردرگمی را در قسمت مصارف و گپای دولت میاره، بسیار مشکل برای خود دولت، برای مردم و برای پروژه ایجاد میکنه. بررسی‌های آمو از صفحه رسمی وزارت مالیه طالبان به رهبری محمد ناصر آخوند نشان می‌دهد که در 3 ماه پسین این وزارت هیچ نشست و برنامه‌ای را برای بودجه ملی که مهمترین کار این وزارت به شمار می‌رود برگزار نکرده است. در عوض در این مدت وزارت مالیه طالبان بیشتر مصرف برنامه‌های در سطح پایین مانند گشایش برق خورشیدی در یکی از ولسوالی‌های قندهار، ساخت هنگر در گمرک‌ها و یا هم خریداری 3 اراده موتر کرین بوده است. از روز فرهنگ هزاره با برگزاری یک نمایشگاه با حضور پررنگ زنان و دختران در کابل گرامی داشت شد. شمار از زنان و مردان هزاره با راه اندازی یک نمایشگاه لباس دستبافت و غذاهای محلی هزارگی از این روز بزرگداشت کردند. آنان میگویند هدفشان ترویج فرهنگ هزارگی و معرفی آن به اقوام مختلف افغانستان است. طالبان بار دیگر این روز ویژه هزاره ها را نادیده گرفتند، اما از این روز فرهنگی که هویت، هنر و سنت های محلی هزاره ها را به نمایش میگذارد در کشورهای مختلف گرامی داشت شد. باعث حیات گزارش میدهد. کابل هم فارغ از حال و هوای روز فرهنگ هزاره نبوده است. روز گرامی داشت از فرهنگ، زبان، هنر، تاریخ و هویت هزاره ها. اینجا در کابل روز فرهنگ هزاره را جشن گرفتند با برگزاری یک نمایشگاه از غذاهای سنتی هزاره ها، لباسهای دستباف با رنگ و نگار هزارگی، جواهرات و دیگر صنایع دستی، البته با حضور پررنگ زنان و دختران. برای رشد فرهنگ ما چی منفعتش خوب است. کلگی از فرهنگ در افغانستان اقوام مختلف زندگی میکنه، یکی از چی میشه دیگر کلگی میفهمه که فرهنگ هزارگی آشنا میشن. امروز یک نمایشگاه هزارگی برگزار کردیم
و این نمایشگاه ما شامل لباس های هزارگی، گند افغانی و از این طور لباس هست و این نمایشگاه خیلی بر ما منفعت رسانده. مثلا ما در این سطح شناخته شدیم. اینجا از برگزار کنندگان تا بازدید کنندگان با لباس های هزارگی آمدند. میگویند دنبال ترویج فرهنگ و سنت های ناب هزارگی اند. طالبان اما این روز ویژه هزاره ها را همچنان نادیده گرفتند. غذاهای هزارگی که در کدام مناطق هزارگی پخت و پز میشه و در کدام مناطق اینا زیاد رواج داره، اینا تمامش جمع‌بندی میشه و آمده در نمایش گذاشته شده و همچنان لباس ها که دیزاینش مختلف است و بافتش چیزایش در نمایش مانده شده. در شرایطی که طالبان زنان و دختران را از آموزش و کار کنار گذاشتند، زنان و دخترانی را اینجا در میابی که کار بار خودشان را ساختند و هنوز هم در چرخه اقتصاد خانواده و جامعه ماندند. نمادی از فرهنگ هزاره. دخترای عزیز، تا که میتونین از استعدادتان، از هنرتان استفاده بکنین و دستوزی کاری است. منظورم تمام بخش صنایع دستی کاری است که تمام دخترها علاقه دارن و میتونن انجام بدن. پس شماهایی که در خانه هستین هم میتونین که لباسای قشنگ بدوزین بیارین اینجا که ما برای شما بفروشیم. از روز فرهنگ هزارگی در گوشه های مختلف جهان گرامی داشت شد. با رقص و پاکوبی، نمایش لباس ها و غذاهای هزارگی و با حرف های در باب حفظ هویت و غنامندی فرهنگ مردمی که بر روایت تاریخ نگاران در مقاطع مختلف در افغانستان با سرکوب و تبعیض روبرو بودند تا امروز. اینک هم چند خبر کوتاه اقتصادی. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد میگوید که 88% بودجه درخواستی برای کمک به افغانستان بدون تمویل باقی مانده است. این نهاد ملل متحد افزوده است که در جریان 2 ماه سال روان میلادی 7,100,000 تن در افغانستان را کمک غذایی کرده است. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد گفته است که ادامه کمک‌های نجات بخش به تامین مالی کافی، تضمین مسئولیت کارمندان مددرسان و دسترسی زنان به کمک‌ها بستگی دارد. سرپرست وزارت معادن و پترولیم طالبان در نشست جهانی متخصصان و پژوهشگران مواد معدنی در ایران گفته است که فرصت مناسب در بخش سرمایه‌گذاری در معادن افغانستان وجود دارد و طالبان می‌خواهند با استفاده از تجربه کشورهای همسایه از منابع معدنی افغانستان به گونه مؤثر بهره ببرند. این مقام طالبان از سرمایه‌گذاران ایرانی خواسته در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند. هدایت الله بدری با آنکه در فهرست سیاه ملل متحد قرار دارد، دیروز به ایران سفر کرد و اکنون در این کشور به سر میبرد. اداره ملی احصایه و معلومات زیر اداره طالبان ارزش صادرات افغانستان در ماه حمل سال 1404 را نزدیک به 86 میلیون دلار و ارزش واردات کالاها به افغانستان را نزدیک به 850 میلیون دلار اعلام کرد. نرخ برخی از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل: $1 امریکایی 69 افغانی و 62 پول، $1 یورو 77 افغانی و 23 پول، 1000 ریال ایرانی 1 افغانی و 68 پول، 1000 روپیه هندی 781 افغانی، 1 درهم امارات 18 افغانی و 87 پول و 1000 روپیه پاکستانی 239 افغانی. و در بخش از جهان، در ادامه حمله های سنگین اسرائیل در شمال غزه 10 تن کشته شدند. در همین حال گزارش شده که یک سرباز اسرائیلی نیز در نوار غزه کشته شده است. شفاخانه کمال ادوان در شمال نوار غزه. همزمان با ادامه حمله های بی‌وقفه اسرائیل در بیت اللهیه، این شفاخانه
پر از زخمی شده و بستری برای بیمار نمانده و پزشکان در کف زمین به مداوای زخمی ها می پردازند. هر لحظه زخمی های بیشتر به این شفاخانه می رسند. این طرف خانواده های قربانیان برای عزیزانشان سوگواری می کنند. به خدا سوگند چیزی برایم نمانده. نمی توانم تصور کنم که چی بر سرم آمده است. او میخواست پزشک شود تا مردم را درمان کند. چرا او را از ما گرفتید؟ چرا او را از ما محروم کردید؟ سالها زحمت بکشی و او را جوان بسازی. او باید حالا در پارک بازی میکرد و خوشحال میبود. از بامداد سه‌شنبه تا کنون دست کم 60 تن در این حمله ها کشته شدند. وزارت بهداشت غزه میگوید که 22 تن در حمله به یک خانه و یک مکتبی که آوارگان در آن پناه گرفته بودند، 15 تن نیز در نزدیکی اردوگاه نصیرات، 13 تن دیگر در شهر دیر البلح و 10 تن هم در شهر خان یونس کشته شدند. در همین حال شمار زیادی از مردم از بیت لاهیا و شهر خان یونس در حال فرارند و تلاش میکنند سرپناهی پیدا کنند. از سوی هم ارتش اسرائیل اعلام کرده که یک سرباز اسرائیلی 22 ساله در جریان درگیری در شمال نوار غزه نیز کشته شده است. بر بنیاد گزارش‌ها از آغاز درگیری میان اسرائیل و حماس تاکنون 857 سرباز اسرائیلی کشته شدند. با این حال عملیات نظامی ارتش اسرائیل در نوار غزه شدت گرفته است. روز گذشته نخست وزیر این کشور اعلام کرد که قصد دارد کل نوار غزه را زیر اداره خود در بیاورد. همچنان حماس را نابود کند و تمامی گروگانان را آزاد کند. اهدافی که از روز نخست جنگ برای ارتش اسرائیل تعیین شده بود که تاکنون ظاهراً به آن دست نیافته است. علی خامنه‌ای رهبر ایران در واکنش به موضوع واشنگتن در مذاکرات هسته‌ای تهران میگوید که ایران برای غنیسازی یورانیم منتظر اجازه کسی نیست. خامنه‌ای که در مراسم یادبود از جان باختن ابراهیم رئیسی رئیس جمهور پیشین ایران صحبت میکرد، در مورد احتمال توافق در دور بعدی مذاکرات ابراز تردید کرد و گفت فکر نمی کند که این دور مذاکرات به نتیجه برسد. انتظار می رود واشنگتن و تهران در دور پنجم مذاکرات که شنبه پیشرو در روم برگزار می شود به توافق برسند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هفته گذشته گفت که دو طرف به توافق نزدیکند و مقام‌های آمریکایی تاکید دارند که ایران غنیسازی یورانیم را متوقف و تمام تأسیسات هسته‌ای خود را برچیند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران که رهبری هیئت ایرانی در این مذاکرات را به عهده دارد تاکید می‌ورزد که مسئله غنیسازی یورانیم حق تهران است و قابل مذاکره نیست. اکنون هم چند خبر ورزشی. در ادامه لیگ برتر والیبال افغانستان روز سه‌شنبه تیم سرمیاشت با طلوع و تیم خراسان در برابر تیم کامیار بازی کردند. روز گذشته در سومین دیدار این رقابت‌ها تیم عقاب بابا در برابر تیم نگین هریوا به پیروزی رسید. این تیم با نتیجه 3-2 حریف خود را شکست داد. در چهارمین بازی این رقابت‌ها نیز تیم‌های ستاره و افغان ملی در برابر هم به میدان رفتند که در پایان تیم افغان ملی با نتیجه 3-2 به پیروزی رسید. فصل چهارم لیگ برتر والیبال افغانستان با حضور 10 تیم تا 10 روز دیگر ادامه خواهد یافت. تیم‌های منچستر یونایتد و تاتنهام هاتسپر روز چهارشنبه در فینال لیگ اروپا در برابر هم به میدان می‌روند. این دیدار ساعت 9 چهارشنبه شب به وقت اروپا در شهر بلبائو اسپانیا برگزار خواهد شد. تیم هاتسپر به اسپانیا رسیده و تمرین می‌کنند و منچستر یونایتد نیز امروز به اسپانیا خواهد رفت. در همین حال هواداران دو تیم نیز خود را به شهر بلبائو رسانیدند تا این بازی را از نزدیک تماشا کنند. با پایان مجموعه خبرهای امشب رسیدیم. سپاسگزار از همراهی شما. از شما دعوت میکنم با بقیه برنامه‌های آمو باشید. برای دسترسی به خبرهای فوری و دقیق ما را با نشانی amu.tv به وبسایت آمو و با نشانی آمو تلویزیون در صفحات اجتماعی دنبال کنید. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.